میخوای بدونی بینی چه کارایی انجام میده؟ این حقایق علمی رو گوش کن. بینی در هر دقیقه حدود 6 لیتر هوا را پردازش میکنه، یعنی روزی بیش از 8000 لیتر. داخلش 12 میلیون گیرنده بویایی وجود داره که بوها را شناسایی میکنن. قدرتش اونقدر بالاست که میتونه بو را در غلظت 1 در 1 تریلیون تشخیص بده. زنان به خاطر ساختار مغزی حس بویایی قوی‌تری از مردان دارن. وقتی استرس داری، کورتیزول باعث میشه حس بویایی ضعیف‌تر بشه. 80% طعمی که حس میکنیم در واقع بوه. بدون بینی غذا تقریبا بی‌مزه میشن. هوایی که وارد بینی میشه قبل از رسیدن به ریه گرم و مرطوب میشه. این کار ریه را محافظت میکنه و باعث میشه تنفس راحت‌تر بشه. موقع گریه اشک وارد بینی میشن، برای همینه که بینی آبریزش میگیره. بدن هر چند ساعت یک بار بین دو سوراخ بینی شیفت تنفس ایجاد میکنه. وقتی سرما میخوریم، بینی به خاطر تورم رگ‌ها کیپ میشه، نه ترشح. بینی اولین سیستم دفاعی بدن در برابر ویروس و بیشتریشون رو قبل از ریه متوقف میکنه. نوزادان مادرشون رو فقط با بو میشناسن، حتی قبل از اینکه خوب ببینن.